چه زمانی به خاطر پیوند فامیلی نیاز به تذکره و پاسپورت افغانی نیست. فقط هویت کس سانولیک کنیم کافیه. خودتون خبر دارین که دادگاه اداره مهاجرت، دادگاه عالی اداره مهاجرت دستور داده کسی که میخواد پیوند فامیلی انجام بده باید هویت خود ثابت کنه. هویت خود فقط با تذکره و پاسپورت میتونه ثابت کنه. در شرایط ما امروز در مورد از گپ نمیزنیم. امروز در مورد از گپ میزنیم چه زمانی نیاز نیست که ما تذکره و پاسپورت داشته باشیم و هویت خود فقط سنولیک کنیم کافیه. زمانی است که ما مثلا یک زوج است در ایران افغانستان 2-3 سال زندگی کرده، بعد از یک کس صاحب یک طفل شده. یک از این زوج مثلا یا شوهر یا خانم کس آمده در سویدن درخواست پناهندگی داده، درخواست پناهندگیش کس پذیرفته شده، بعد کس درخواست پیوند فامیلی دیده. در این صورت کس میبینه که اوضاع کشور کس درست نیست، تذکره و پاسپورت تهیه شده نمیتونه و بخش اداره مهاجرت گبر ثابت مونه. او زمان اداره مهاجرت کس بخش از اینا کس یک بهش میگه تست، همی DNA تست بخش از اینا صادر مونه. اینا مورد کنسولگری سویدن یا در ایران یا پاکستان یا هر جای کسته اونجا کس این تست رو انجام میده و میبینه که تست کس واقعا این بچه کس امزینا هسته. بخش از اینا کس بخشش چی میده؟ فریلینگز پاس یا تراول دوکومنت بخش از اینا صادر مونه. ولی بعضی کسای دیگه اشتباه فکر مونه این قانون را. این قانون قسمی فکر نه، مثلا من درخواست پناهندگی میده، بعد درخواست پناهندگیش پذیرفته میشه مورد ترکیه یا مثلا ایتالیا یا هر کشور دیگه کسه اونجا زن میگیره. ولی در اینجا کسه در اون کشورها کسه پاسپورت تذکره تهیه کردنش خیلی مشکله، چون کسه اکثر همزی سفارت ها بدون از یک تذکره داشته باشی بخش نفر پاسپورت صادر نه. بعد من میگم به اساس کسه بخش از ما کسه ما هویت خصوصی کافیه. نه، او قسمی نیست. شما قبل از اینکه بچه دار شده باشین باید با هم زندگی کرده باشین قبل از اینکه شما درخواست پناهندگی داده باشین سویدن. این که بعد مورد درخواست پناهندگی میدین، اقامه‌اش میدین، بعد مورد ازدواج میدین، این شامل از قانون نمیشه.